سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 22 دکامبر تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. گیرتو امر کنید دعوت پریلپن به غصب کشورهای مهاجر فرست خشم توشکن را آورد. دوشنبه هنوز خاموش است. بیش از 15 کشته و 10 زخمی در یک تیرپرانی در مرکز پراگ جمهوری چخیه. یک کشته و 3 زخمی بر اثر برخورد تویوتا بودی او در راه خوجند اشت. ماشین ساکن نورآباد را از دریا یافتند. جستجوی خودش ادامه دارد. در خبروسک یک تاجیک برادرش را کشت. و اکنون تفصیلات خبرها. روز 21 دکامبر سال 2023 سفیر روسیه در تاشکند الگ مالگینوف را به سبب اظهارات مبالغ پوتین و جنگ اوکراین و نویسنده زخار پریلپن به وزارت خارجه ازبکستان دعوت کردند. وزارت خارجه تاجیکستان تا حال به این اظهارات واکنش نکرده است، ولی در تاشکند سخنان پریلپن را تهدید جدی به استقلال و یکپارچگی ازبکستان می‌شمارند. پریلپن روز 20 دکامبر در جلسه شورای متحده فرماندهان ساختارهای زخار پریلپن و اعضای حزب روسیه با عدالت برای حقیقت گفت: من صمیمانه طرفدار اونم که سرزمین‌هایی که از اون جایها مهاجران کاری به روسیه می آیند هم تو گیرند و همراه کنند و به اونها در جایش زبان روسی را بیاموزند. پریلپن که در برابر سیاستمدار ملتگرا و مخصوصا تاجیک بدبین روس سرگئی میرونوف هم رئیس حزب روسیه با عدالت برای حقیقت است افزود که شوخی نمی کند و مسئله بیکار کردن سندهای مربوط به فروپاشی اتحاد شوروی را در آینده نیز خواهد برداشت. بعد پرد در کیف دیگر که می تواند ما را از انجام کارهای مفید در قلمرو اوراسیا منع کند، اظهار داشت پریلپن و اهل تالار سخنان او را با قرصک زنی استقبال گرفت. البته سوال اینجاست که آیا زور روسیه برای غصب کیف و گذراندن پرد در پایتخت اوکراین میرسد یا نه؟ بنا به اطلاع رسمی وزارت خارجه ازبکستان در جریان ملاقات به سهم نماینده روسیه به شکل اصولی رسانیده شد که در کشور ما سخنان رئیس حزب روسیه با عدالت برای حقیقت در نشست خبری در مرکز مطبوعاتی روسیه سیوادنیا با پیشنهاد به روسیه امرا کردن قلمرو ازبکستان با احساس نگرانی عمیق قبول کرده شد. در وزارت خارجه ازبکستان به سفیر روسیه گفتند که چون این سخنان نواندیشیده رهبران حزب کشور دوست چون روسیه با کمال تأسف جوابگوی شریکی استراتژی و اتفاقچی بین ازبکستان و روسیه نیست. چون این بیانیه‌ها در عین زمان در مطبوعات روسیه به طور گسترده پنهان کرده شدند. طبیعت اغواگرانه داشته می توانند بر روابط پایداری تاریخاً دوستانه بین خلق‌های ما تأثیر منفی برساند، تاکید کردند در اداره سیاست خارجه ازبکستان. وزارت خارجه ازبکستان افزوده است که به نوبت خود سفیر روسیه الگ مالگینوف به مسئولیت تام اظهار داشت که بیانیه‌های زخار پریلپن به موقع رسمی رهبریت روسیه نسبت به ازبکستان دوست و مستقل حتی یک ذره هم عمومیت ندارند. همچنین نماینده روسیه در ازبکستان تاکید کرد که در کشور او هیچگاه استقلال و یکپارچگی جمهوری ازبکستان زیر سوال گذاشته نشده است. مالگینوف همچنین وعده داده است که وزارت خارجه روسیه به زودی در رابطه با این قضیه شرح رسمی خواهد داد. و اما برخی ناظران ادعای سفیر روسیه درباره به موقع رسمی کرمل یک ذره هم عمومیت نداشتن اظهارات پریلپن با نظر شبهه می‌نگرند و میگویند بیانیه‌های پریلپن و دیگر مبلغان نونخور خانه کرمل هوایی نیستند، بلکه آنها صدای خاموش کرمل بوده با مقصد به وجود آوردن افکار عامه این یا آن موضوع را در بین میاندازند. پیشنهاد به روسیه گرفتن و امرا کردن آسیای مرکزی که مهاجران کاری به روسیه اساساً از همین منطقه می روند به عقیده ناظران امور نیز به این مقصد یعنی سنجیدن افکار جامعه و واکنش‌های احتمالی از زبان پریلپن رسانه‌ای کرده شد. کارشناسان یادآور می‌شوند که پریلپن و مبلغان دیگر مثل او در طول چندین سال ضرورت به روسیه امرا کردن شرق و جنوب اوکراین تا بندر ادیسا را مطرح می‌کردند
و رهبران روسیه از جمله پرزیدنتش ولادیمیر پوتین از این بیانیه‌ها فاصله گرفته همه را اطمینان خاطر میداد که اوکراین در مرزهای کنونیش یک کشور اعتراف شده است و مرز و حدود آن بازبینی نمی شود. ولی غصب کریم در سال 2014 تامین و تشویق جدای طلبانه رو به مسکو در ولایت‌های لوگانسک و دونتسک و جنگی که ماه فوریه سال 2022 روسیه به ضد اوکراین سر کرد نشان دادند که پریلپین و دیگر مبلغان مثل او در اصل سخنگوی کرمل هستند. زخار پریلپین روز 21 دکامبر بار دیگر تاکید کرد که به سخنان خود درباره امرو کردن سرزمین‌ها پایدار باقی میماند. فروپاشی اساسر نه فقط یک فوجیه، این سند غیر قانونی بود. ما یگان روز این سند را بیکار میکنیم و سپس خود تاریخ خواهد گفت که چی کار باید کرد. باید به چالش‌های زمانه تیار شد. تمام ساختارهایی که ما تشکیل میکنیم در نهایت امر برای امین تشکیل میشوند. ما به چالش‌های زمانه آماده شده ایستاده‌ایم، نوشته است پریلپین در کانالش در تلگرام. نیمه دوم روز 21 دکامبر سال 2023 در مرکز پراگ پایتخت جمهوری چک در بنای رشته فلسفه دانشگاه به نام کارل تیرپرانی رخ داد که به گفته مقامات بیش از 15 کشته و 10 زخمی به جا گذاشت. وزن 9 تن از زخمیان وزن ارزیابی می شود. پلیس چک گفت که تیرانداز کشته شد. شهردار پراگ با اسلافس و بودا گفت که تیرانداز از برنده خود را به زمین هوا داده به هلاکت رسیده است. بنا به معلومات پیشکی این دانشجوی 24 ساله رشته تاریخ همین دانشگاه کارل است. او به خود کمان با دوربین اپتیکی داشته است. برخی رسانه‌های چک خبر دادند که تیرانداز دوید کازاک نام داشته دوام روز 21 دکامبر از طرف پلیس در رابطه با یک حادثه آدمکشی در دهه کلادنسکو در بین شهرهای پراگ و کلادنو جستجو میشد. خبرنگار رادیوی چخیا در شبکه ایکس خبر داد که تیرانداز فریاد زده است که او پدر خودش را کشت و اکنون دیگران را میکشد. بعد تیرپرانی در داخل بنا تیرانداز از روی بام بنای دانشگاه راهگذران را نشان گرفته پرانده است. پلیس گفت درباره احتمال حمله خبر یافته بود ولی تیرانداز را در دیگر بنای دانشگاه جستجو میکرد. تیراندازی تقریبا ساعت 15 به وقت پراگ آغاز یافت. به کارمندان دانشگاه گفتند که در داخل بنا یک نفر مسلح گشته ایستاده است و از این رو همراه دانشجویان در سیمخانه ها پنهان شوند. سرگئی مدویدف استاد رشته فلسفه دانشگاه کارل و مجری رادیو سوابودا نقل کرده است که او همراه شاگردانش در داخل سیمخانه پنهان شدند. نشریه نوین کی تازه خبر داد که از داخل بنا آدمان دستایشان را برداشته بیرون می شدند. شاهدان عکس‌های دانشجویان را نشر کردند که از حمله‌گر در تنه تیره‌زده های بنا پنهان شده بودند. دانشجویان خبر داده بودند که یک زن کوشش کرده است که توسط بالکن ترک بنا کند ولی افتیده است. بنای رشته فلسفه در میدان یان پلاخ را پلیس و نیروهای امنیت احاطه کرده بودند. آدمان را از برخی بناهای اطراف نیز کوچانیدند. وزارت کارهای داخلی چخیا ویت راکوشن به جای حادثه آمده بود. سروزیر چخیا پیتر فیالا به دلیل تیراندازی در دانشگاه سفر کاریش به اولوموس را قطع کرده به پراگ برگشت. بنا به اطلاع مقدماتی دوید کازاک در تلگرام کانال داشته. در این کانالش به زبان روسی نوشته است که گویا از حمله های خوانندگان به گیمنازیا در قزان در سال 2021 که 9 کشته به جا گذاشت و تازه یک ماه پیش با سلاح به مکتبش در بریانسک حمله کردن و یک کس را کشتن و چند کس دیگر را زخمی کردن خواننده صنف 8 الینا افاناسینکا روبلند شده است. ولی در مورد افاناسینکا کازاک گفته است که او آدم کم کشته است. هنوز دقیق نشده است که آیا این در واقع کانال دوید کازاک بود. اگر ها پس او روسی را از کجا میدونست. دقیق متن نشون میدهد که آن به واسطه ترجمان اینترنتی ترجمه کرده نشده است بلکه در واقع به زبان روسی نوشته شده است. در همین حال سردار پلیس چخیا مارتین وندراشک تصدیق کرد که حمله‌گر را عین چنین حمله که اخیراً در روسیه صورت گرفت روبلند کرده است. سلاحی که دوید کازاک استفاده برد قانونی خریده شده بود. در چخیا سال 2021 حق شهروندان برای گرفتن سلاح در قانون اساسی درج شده است. بنا به اطلاع رادیو سوابودا در چخیا 989,348 عدد سلاح رسما ثبت نام کرده شده است. تماشابینان عزیز یادآور می‌شویم
خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. دادگاه شهر خباروفسک در منطقه شرق دور روسیه یک مرد 34 ساله زاده تاجیکستان با جرم کشتن برادر خودش بر اساس قسم اول ماده 105 کودکس جنایتی روسیه آدم کشی به 12 سال و 11 ماه زندان نظامش سنگین محکوم کرد. خود محکوم شده و نزدیکان و ادوکاتش برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی دادستانی کشور خباروفسک روز 20 دکامبر سال 2023 در کانالش در شبکه تلگرام خبر داد که ماه دکامبر سال 2022 در جریان استعمال مشروبات در جای خوابشان در کوچه سیسویف بین برادران مناقشه برخاست. یکی از آنها به قسم‌های گوناگون بدن دومی با بلغه نه کمتر از 60 ضربه زده، سپس با کارد به گردنش ضربه زده است و در نهایت به بدنش سیم برق مانده است. در نتیجه مرد 34 ساله در جای حادثه جان داده است. بنا به فرضیه تفتیشات بعد کشتن برادرش که از وی 1 سال کلانتر بود محکوم شده، پاسبان ساختمان را جیغ زده به وی گفته است که گویا برادرش خودش به بدن خودش این ضربه ها را زده خود را کشته است. داستانی خبروس در اطلاعش محکوم شده را تنها شهروند خارجی نامید، ولی تلگرام کانال امور ماش با تکیه به منابعش خبر داد که محکوم شده زاده تاجیکستان بوده برادرش را با چنین شیوه بهرمانه به سبب رشک به محبت پدر و مادرشان کشته است. بنا به اطلاع امور مش برادران به روسیه به مردکاری اومده در یک ساختمان در محله ستریتلی شهر خباروفسک کار میکردند و در یک واگن زندگی داشتند. ماه دکامبر سال 2023 بعد انجام کار هر دو برادر مشروبات خریده خانه ضیافت آراستند. هنگام نوش و نوش بین آنها بر اثر اینکه آیا در دوره کودکی پدر و مادرشان کدام آنها را بیشتر دوست می داشتند جنجال کردند. در جریان مناقشه برادر خردی بلغه را گرفته برادرش را 60 ضرب زده است و سپس با کارد و سیم برق او را به هلاکت رسانیده است. در مرافعه دادگاهی او ادعا کرده است که گویا آن شب بیماری سر یا اپیلپسی برادرش خروج کرده و گویا او خودش را زده کشت، ولی به این سخنان وی کسی باور نکرد. مادر آنها نیز گفته است که این دو فرزندش از کودکی دائم با یکدیگر جنجال میکردند، ولی اخیراً آشتی شدند و همراه به مردکاری رفتند. در محبس‌های روسیه بیش از 7000 از زادگان تاجیکستان ادای حکم میکنند. آنها با جرم‌های گوناگون به پشت پنجره رفتند، ولی آنها نیز هستند که برای دست داشتن در جنایت‌های سنگین از جمله برای غارتگری و روزنی و آدمکشی زندانی شدند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با نشر 3 عکس از جای حادثه خبر داد که در ناحیه نورآباد یک ماشین تمغه نکسیا که تخمیناً روزهای 11 و 12 دکامبر سال 2023 همراه راننده‌اش بینشان شده بود پیدا کرده شد و از درون دریا بیرون آورده شد. این ماشین به یک ساکن 30 ساله شهر دربند ناحیه نورآباد تعلق داشت و نزدیکان این ساکن نورآباد چند روز باز در شبکه‌های اجتماعی از غیب زدن او در راه سفر به سمت دوشنبه به طرف زادگاهش خبر داده از همه برای جستجوی او کمک می‌خواستند. کسی نمی‌دانست که با او چه شده باشد، تنها تخمین می‌رفت که شاید در دریا غرق شده باشد. متاسفانه این تخمین راست برآمد. در پی راه اندازی یک سلسله عملیات جستجویی بالاخره ساعت 17:30 روز 19 دکامبر این ماشین را پیدا کرده از درون دریا بیرون آوردند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده گفت راننده در درون ماشین نبود. کارهای جستجویی برای پیدا کردن راننده ادامه دارد. راه‌های پرخطر کوهستان وادی رشت از جمله راه نورآباد که قد دریای سرخاب که بعد به آن ریختن رود خنگاب وقت میگیرد میگذرد. هر سال بر اثر به این دریا سرازیر شدن ماشین‌ها ده‌ها راننده و مسافر جان خود را از دست می‌دهند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که شب 19 دکامبر سال 2023 تقریباً ساعت 20:00 راننده اتومبیل تمغه تویوتا تورکلدیو دلشاد سال تولدش 1986 ساکن ناحیه اشت هنگام حرکت از سمت شهر خوجند به سمت ناحیه اشت از روده دوره وسطای نقلیات نبرآمده به سمت مقابل رو برآمده است و به اتومبیل تمغه دیو تحت اداره بوینظرف شورت سال تولدش 1977 ساکن ناحیه باباجان غفورov برخورده است. در نتیجه
به هر دو ماشین آسیب‌های فنی رسیده. راننده دیو بوینظرف جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. مسافر داخل نابالغ این ماشین بابایف اویبک سال تولدش 2007 ساکن نویه باباجان غفوروف و راننده تویوتا تورکیلدیف و مسافر او سلام وزیاده سال تولدش 1993 ساکن نویه اشت جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. اوید بین حادثه تحقیقات ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه‌های مرگاورش پرخطر دانسته می‌شوند. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند. ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی و اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 33 ساله ساکن شهر بختر با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نامبرده شب 20 دکبر سال 2023 تقریبا ساعت 00:40 دقیقه از کوچه دوستی خلقو دوچرخه تمغه اسکوتر مرد 45 ساله ساکن نویه واسه را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانده شده 3500 سومانی را تشکیل می‌دهد. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی و اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 35 ساله ساکن شهر دوشنبه که به فروش مواد پیراتکنیکی مشغول بود دستگیر کرده شد. هنگام کوفتکوف شخصی از نامبرده 30 قوطی مواد پیراتکنیکی دریافت و گرفته شد. اوید بین حادثه تفتیشات ادامه دارد. در تاجیکستان از سال 2008 واردات، خرید و فروش و استحصال و پند نمودن مواد پیراتکنیکی یا خلپوشکا منع کرده شده. در کد جنایتی جمهوری ماده مخصوص 199 علاوه 1 اضافه شده است. این بند قانون همچون جزا برای وارد و نگهداری و فروش خلپوشکا از جریمه به اندازه از 100 تا 500 نشان دهنده برای حسابها و حکم زندان به مهلت از 1 تا 2 سال را پیش بینی می کند. هر سال در عرفه سال نو میلادی به ویژه در ماه دکبر مقامات حفظ حقوق تاجیکستان درباره بازداشت 10 نفر با اتهام غیر قانونی وارد کردن و به فروش گذاشتن مواد پیراتکنیکی و خلپوشکا خبر می‌دهند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.